وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه. در هر جایی که هستین متوجه باشین که خدا شما را دوست داره و او میخواه رابطه مستقیم کت شما داشته باشه. خداوند خالق و مالک کائنات، کسی که هر شی را ساخت، کسی که هر شی را داراست و کسی که هر شی را در قدرت خود در کنترل کامل داره. او محبت خدا نسبت به ما انسانها به طور بسیار عجیب نشان میده. در کلام خدا در اول رساله اول یوحنا ما در مورد محبت الهی میخوانیم. در فصل 3 آیت اول ما میخوانیم ببینین محبت خدای پدر را که او ما را فرزندای خود خوانده و همین تو هم هستیم. اگر ما در مسیح هستیم، اگر ما مؤمن عیسی مسیح هستیم. باز آیت بعدیش میگه اگر دنیا ما را به طوری که ما هستیم نمیشناسند، به خاطر که دنیا او را نشناخته. اینمیست پیام ما که دنیا او را بشناسند، دنیا عیسی مسیح را بشناسند. در دنیا مردم عیسی مسیح را در نامهای بسیار مختلف، در لقبهای مختلف و به ای که نسبتهای مختلف به او میتن. بعضی ها در غرب میگن که او یک استاد عالی بود، او یک شخصیت بسیار خوب تاریخی بود، او آدم بسیار خوب بود. حتی سوسیالیستا و کمونیستا از عیسی مسیح استفاده کردن در قسمتی از این که چطور مردم کمک کنن و غیره. و اما چون عیسی مسیح را در حقیقتش نشناختن، از همین خاطر است که سیستم سوسیالیستی، سیستم کمونیستی همیشه ناکام مانده. چون حقیقت میگن و اما حقیقت نیمه میگن، کامل نمیگن. بعضی ها عیسی مسیح را تنها به حیث یک نبی و یا پیامبر میشناسن، یک شخصیت روحانی میشناسن. و اما عیسی مسیح در حقیقتش کیست؟ او خداوند، یعنی مالک از این کائنات، کسی که این کائنات خلق کرده اوست. به حیث خالق نمیشناسن. از خاطر حقیقت نیمه میمانه. حقیقت باید پوره باشه و کامل باشه. و وقتی که ما حقیقت میفهمیم و وقتی که حقیقت درک میکنیم، این حقیقت ما را آزاد میسازه، آزادی میده. نه آزادی که ناجایز باشه، نه آزادی که در تاریکی ما را ببره، نه آزادی که هر کاری که به گفته پشتو زبان ها پخپل سر ما را بکنه. نه، آزادی که در نیکویی، در قدوسیت خدا ما را راهنمایی بکنه. آزادی که ما در مسیح داریم در هیچ چیز وجود نداره. آزادی های بی‌بندوباری انسان به فحشا، به انتقام، به لعنت های دیگه میبره. آزادی مسیح ما را از فحشا و از لعنت های دیگر، از گناه ها نجات میده و ما را در نیکویی خداوند گامزد میکنه. او آزادی. ما آزاد هستیم اما در مسیح. از همین خاطر است که در مسیح ما محبت میکنیم به جای نفرت. خدا ما را از نفرت نجات داده. نفرت غلامی است، غلامی شیطان است. انتقام یکی از دیگه چلهای شیطان هست. بله، خون ریزی و این بدبختی هایی که ما در دنیا میبینیم تماما
از جانب شیطان است. و اما خدا میخواهد ما را آزاد بسازه از این چیزها، آزاد بسازه از چنگال از این چیزها و ما را در مسیح اشخاص نو، انسانهای نو از ما بسازه، انسانهای شادمان بسازه. وقتی ما در مورد شادمانی صحبت میکنیم به این معنا نیست که کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره و شادمان میشه دیگه هیچ درد و رنج در زندگی از او نمیباشه. در حقیقتش وقتی که ما در این دنیا هستیم مسیحی‌ها زیر رنج و شکنجه زیادتر به نسبت زندگی قبلی خود میرن. در حقیقت یکی از نشانی های از این که کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره همیست که زیر مشکلات زیادتر میرن. تاریخ گواست، عیسی مسیح حقیقت میگه و او مصلوب میشه. پس ما از عیسی مسیح که بالاتر نیستیم، کسانی که پیروانش هستیم. پولس رسول به همین ترتیب، پطرس رسول به همین ترتیب. و اگر ما زندگی شاگردای عیسی مسیح را و زندگی پیروای عیسی مسیح را در قرن اول و دوم مطالعه میکنیم، ما میفهمیم که زیر شکنجه بسیار زیاد و عظیم رفتن. در حقیقت از تمامی رسولای عیسی مسیح تنها یکش و یوحنای رسول که او در جزیره پتموس زندگی میکرد که در ترکیه امروز هست، او تنها آخرین شخصی است که عمر طولانی و از مرگ طبیعی مرد. و ما فکر میکنیم این هم در خواست خدا بود، در پلان خدا بود که این قسم شوه. خدا او را ازش حفاظت کرد. این به این معنا نیست که خدا از او کسایی که در راه عیسی مسیح جان دادن حفاظت نکرد. این به این معنا است که خدا خواست که وارد جنت برن. شادمانی ما در ایست و ما کتاب مکاشفه را از همین خاطر داریم چون این شخص عمر طولانی کشید و بالاخره خداوند در طول تاریخ تمامی از این چیزها را برش مکاشفه میکنه. در تنهایی، در یک غاری که او زندگی میکنه، در یک مقامی که او زندگی میکنه، بالاخره خداوند برای ما کتاب مکاشفه را میده. خداوند در کتاب مکاشفه چیزهایی که آمده نیست او را برای ما کشف میکنه، او را برای ما واضح میسازه که چی چیزهایی خواهد بود. وقتی که ما کلام خدا را میخوانیم ما میفهمیم که عیسی مسیح بر میگرده، شاه شاهان. این بار عیسی مسیح به حیث یک قاضی، به حیث یک عادل، به حیث یک کسی که عدالت میکنه او بر میگرده. آل عیسی مسیح دوران فیض برای ما داده. فیض یعنی کمک مفت و کمک رایگان خدا برای کسایی که حتی لایق کمک خدا نیستن. این دوران فیض است که خدا برای ما داده و در این دوران است که عیسی مسیح برای ما میگه و با آغوش باز میگه ای تمامی کسایی که زحمت میکشین و زیر بار گرنگ هستین پیش ما بیاین و ما برای شما آرامش میتم. یوغ مرا بالای خود بگیرین چرا که بار من سبک است. یوغ مرا بالای خود بگیرین و از من تعلیم بگیرین. تعلیمی که من برای شما میتم او تعلیمی نیست که بسیار مشکل باشه. یوغ مرا بالای خود بگیرین چرا که این یوغ من بسیار خفیف، بار من بسیار سبک است و جانهای شما را آرامی میبخشه. آرامشه که عیسی مسیح برای ما میده هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ فلسفه، هیچ کتاب نمیده به جز عیسی مسیح. چون که او سرور سلامتی است، او پادشاه سلامتی است، او شاهزاده سلامتی است. او برای ما میگه که صلحی که من برای شما میتم، آرامشی که من برای شما میتم، دنیا نمیتونه که به قیافش، به مو ترتیبش، به مو وزنش این آرامش برای شما بده. ما در تاریخ دنیا میخوانیم که پادشاه ها برخلاف یکی دیگر می جنگن و دوست ما قصه میکرد که در افغانستان یک بار صاحب جنگ میشه، جنگم سر پلوان میشه، سر ازی که او در زمان اودری، البته در زبان هزارگی ما میگیم در زمان اودری، به خاطر که او ازی پارتی در پارتی دیگه، ازی کرد در کرد دیگه نره، این مردکه بیل میزنه که جلوی او بگیره و بالاخره دو نفر میاین و باعث قتل یکی میشه. ایست
زندگی بدون عیسی مسیح زندگی انتقام، زندگی نفرت، زندگی کینه، زندگی کدورت. و اما عیسی مسیح میخواد ما را آزاد بسازه از این زندگی. او میخواد که ما را در حیات خود بیاره. اگر ما رساله فیلیپیان میخوانیم، در رساله فیلیپیان 18 بار پولس رسول در مورد شادمان بودن صحبت میکنه. و اما وقتی که ما میخوانیم که این رساله در کدام جای برای پولس رسول از جانب روح مقدس خدا الهام شده و اگر این را به صورت فیلم هالیوودی بسازیم شاید ما را وحشت بگیره، به خاطر که پولس رسول یک زندانی است، پیرمرد هست و در شکنجه و در بسیار مشکل است، شاید در زنجیرها هست و زندانهایش مثل زندان امروزی نه، بسیار سخت. 2000 سال پیش زندگی بسیار سخت می بود، زندگی بسیار سخت بود. و اما پولس رسول بسیار به ترتیب عجیب میگه شادمان باشید، خوش باشین. خوشی سطحین شادمانیه که از جانب خداست. میگه شادمان باشین. در فصل اول تا فصل آخرش ما 18 بار از پولس رسول کلمه شادمان بودن از پولس رسول میشنویم. و این شادمانی چطور میایه؟ حتی در شکنجه، حتی در تنگی، حتی در مصیبت، تنها عیسی مسیح میتونه که این شادمانی را بر ما بده. تنها او میتونه. سروده که سالها پیش در آواز شیرین شهید هایک هوسپیان شنیده بودم و باعث تشویق شخصی ما شد و بسیار بسیار در ایمان خود محکم می شدم وقتی که در شهر دهلی نو در بایسیکلک خود ای طرف او طرف می رفتم، با شادمانی سروده همیشه می خواندم. در موکب ظفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسانهای بینوا. ای مسیح قوت ما ز توست، با شهادت و با خون توست. تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای. پیروزی حاضر کردی بهر مومنین. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. زمانی بود که من زیر شکنجه بودم، من بسیار در مشکل زیاد قرار داشتم. حتی دوستای من را از اتاق خود بیرون کرده بودن و من در تکلیف بودم، در روی سرک ها بودم، در مشکل بسیار زیاد بودم. و اما شادمانی عیسی مسیح مرا در زندگی من این سرود می آورد و من این سرود می خواندم با شادمانی بسیار زیاد. مسیح می خواهد که اونمو شادمانی را برای شما بده، حتی در تنگی، حتی در مفلسی، حتی در مشکل، حتی زیر دار. برای شما او شادمانی را می خواهد بده، چون در او شادمانی امید ابدی هست که ما پیش خداوند، پیش پدر آسمانی خود میریم که در اوجا هیچ تکلیف، هیچ گریه، هیچ زخم، هیچ مشکل نیست. زندگی ابدالآباد. ما یک دعا میکنم و دعا میکنم که خداوند تمامی ما را کمک کنه امروز وقتی که ما کلامش میشنویم. موضوع ما هست زندگی ناتمام. و وقتی که فکر میکنیم در مورد زندگی ناتمام، ما دعای ما ایست که خداوند ما را کمک بکنه تا که ما عمق راز خدا را برای زندگی خود درک بکنیم. وطندارای ما را در افغانستان، در هر جایی که هستن، خدای عزیز تو را برکت بده امروز. در ایران، در تاجیکستان، در اروپا، استرالیا، آمریکا، هندوستان و پاکستان، در هر جایی که هستن، خدای تو برکت بده. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی
مسیح. آمین. آمین. پیش از اینکه در مورد از کلام خدا بخش کنیم، یک تلفن میگیریم از سامان جان از ایران. زنگ زدن، میشنویم از ایشان که چی میگن. سامان جان خسته نباشین برادر عزیز من، روی خط هستین، بفرمایین. سلام، وقت شما بخیر، وقت شما و همه دینداران بخیر. بسیار تشکر سامان جان، بسیار تشکر. درود بر شما، بفرمایین. من تازه کلام خدا رو درک کردم، تازه به دین مسیح مشرف شدم و میخواستم از شبکه محبت شما عزیزان تشکر کنم. بسیار تشکر. این چند وقت واقعا دیدم به دنیا، به جامعه، به اطرافم واقعا عوض شده. خیلی خوشحالم از این بابت. خدا را شکر، خدا را شکر سامان جان. و ما تبریک میگیم این حیات نو، این تصمیمی که شما گرفتین و دعا میکنیم براتان خداوند شما را برکت بده. بسیار تشکر از تلفنی که شما کردین دوستی عزیز. سلامت باشید. انشاءالله که مسیح پشتیبان و یاور همه دینداران باشه. آمین آمین. بسیار تشکر. خدا را شکر میکنیم. خداوند یک شخص دیگر را نجات داده. سامان جان خداوند حیات جاودانه داده. خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم. اما میپردازیم به موضوع امروز که موضوع ما هست زندگی ناتمام. زندگی ناتمام. وقتی که ما در مورد زندگی صحبت میکنیم، ما در مورد نفس حیاتی که روزانه می داشته باشیم صحبت میکنیم. این را ما زندگی میگیم. اگر زندگی را ما از مردم بپرسیم، تمامی مردم اینمی را میگه که کسی که نفس حیات داره و یا کسی که شور میخوره. پس بسیاری کسا در مورد گیاه و این چیزا هم میگه که یا نفس دارن، نفس حیات دارن. زندگی اینمیست، زندگی اینمیست. و اما کلام خدا بالاتر از زندگی سطحی که ما فکر میکنیم و یا علما فکر میکنن صحبت میکنه. کلام خدا در مورد زندگی روحانی صحبت میکنه. زندگی که ناتمام است، ناتمام، زندگی که خلاص نمیشه. چون ما در دنیا میبینیم چی گیاه هست، چی انسان، چی حیوانات، هر چی که هست، بالاخره ما تولد میشیم و میمیریم. یک روز ما میرسه و بالاخره ما اهل قبور میشیم. و اما کلام خدا در مورد زندگی صحبت میکنه که هیچ خلاصی هرگز نداره. و این زندگی را در کلام خدا ما به نامهای مختلف میخوانیم. زندگی جاودان، زندگی ابدی و یا ابدالآباد. و ما ای را خلاصه کردیم کردکی زندگی ناتمام، زندگی که تمام نداره، زندگی که خلاص نمیشه هرگز، زندگی که هرگز خلاص نمیشه. خدا برای ما وعده زندگی را میته که ما در خداوند، در خود خداوند، در خانه خداوند حیات ناتمام، زندگی کامل داشته باشیم، زندگی که هرگز خلاص نمیشه. مثلا خدا همیشه هست. اگر ما پیرو خدای حقیقی هستیم، پیرو یهوه هستیم، خدا برای ما یک پلان عظیمی را داره که ما در او حیات جاودان، حیات کامل، حیات ابدی و یا حیات را داشته باشیم که تا خود خدا هست ما او حیات داشته باشیم. پس خدا چقدر هست؟ خدا همیشه هست. پس خدا میخواه اونمو زندگی همیشه را برای ما انسان ها بده. این را میگن که زندگی ناتمام. زندگی ناتمام. در کلام مقدس خدا ما بسیار چیزهای خوبی را داریم در مورد زندگی. از تمام اول ما میخوایم که از یوحنا فصل اول آیت 1 تا 5 برای شما بخوانیم که در اینجا در مورد زندگی صحبت شده. ما میخوانیم که فصل اول آیت اول تا 5، بلکه تمامی از این فصل در حقیقتش در مورد کلام خدا صحبت میشه. کلام ابدی خدا که میگه کلام در ازل کلام بود. در اینجا ما میخوانیم در ازل کلام بود. بسیار میبخشین. در ازل کلام بود، کلام ازلی. و این کلام
با خدا بود و کلام کت خدا بود. کلام خود خدا بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. سه چیزه اینجا برای ما کلام خدا میگه. در ازل کلام بود، یک. کلام با خدا بود، دو. و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیله او، یعنی به وسیله کلام هستی یافت و یا زندگی یافت و یا یک چیزی که نبود آل او هست و بدون او چیز آفریده نشد. اینال در مورد زندگی و زندگی از او به وجود آمد. زندگی از چی به وجود آمد؟ ما ایره میخوایم برتان واضح تر بکنم. اینمی زندگی که از او به وجود آمده در مورد کلام زندگی میکنه. کلامی که از ازل بود. این زندگی از او به وجود آمد و او، کلمه او در اینجا کیست؟ کلمه او در اینجا خداست. کلمه او خداست، چون که در اینجا ما میخوانیم اینمی کلام خود خدا بود. اینمی کلام خود خدا بود و آن زندگی اینمی که خود خداست، از خود خدا سرچشمه میگیره، از خود خدا جاری میشه و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. چقدر جالب ما در مورد زندگی در اینجا میخوانیم از کلام مقدس خدا. چقدر جالب است. در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. و از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیله از این کلام ساخته شد، هستی یافت و بدون از این کلام هیچ چیزی که در کائنات ما میبینیم و چیزهایی که نمیبینیم و چیزهایی که ما هرگز به ایش رسایی نداریم، همه به وسیله از این کلام ساخته شد. و بعد از اینمی در اینمی کلام زندگی هست. زندگی از او به معنای خدا به وجود آمد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان هست و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. کلام خدا اینجا در مورد شخصیت صحبت میکنه. عیسی مسیح صحبت میکنه. در آیت 14 ما میخوانیم که کلام جسم گشت، یعنی به صورت انسان در میان ما آمد. بسیار جالب است. خدا دوستی است بسیار عجیب. اگر متوجه باشین در زمان قدیم ما یک سیستم دوستی داشتیم که با اشخاصی که در شهر دور از ما، در کشور دور از ما زندگی میکرد، کتابچه میگرفت و یا یک مجله داشتیم به نام قلمی دوستی، یعنی دوستی که از قلم گرفته میشه و یک کسی قلم نویس کرده و ما یک دوستی میافتیم از لسته که بود و بر از این دوست یک خط نوشته میکردیم. اگر او شخص دوستی ما را قبول میکرد برای ما پس مکاتبه میکرد. ما یک دوستی قلمی داشتیم با مردم و اما بسیار مشکل بود که فرض کو یک شخص در افغانستان زندگی میکنه، با دشواری های اقتصادی ما نمیتونستیم که سفر بکنیم، سفر دور و دراز بکنیم در اروپا و در چین و در ژاپن و در آمریکا و غیره و یا در استرالیا و سفر بکنیم. اخراجات ما بسیار زیادتر میشد و اما اگر ما توانی از این می داشتیم که بعد از بسیار سلسله های نامه‌نویسی به این دوست، یک روز ما یک تکت می گرفتیم و قدرت از این می داشتیم که پول داشته باشیم و سفر کنیم و این دوست خود ملاقات کنیم، او وقت نه تنها ما نامه ما بر از او شخص رسیده، نامه ما خود پیش از پیش رسیده، ما خود توسط نامه خود به او اشخاص شناساندیم و اما خود ما در او میریم، شخص خود ما. خدا هم به همین ترتیب در زمان قدیم، ما در فصل اول عبرانیان ایره میخوانیم، خدا در ایام قدیم
توسط انبیا و با پدران ما تکلم فرمود و اونمو کلمات از پدران ما به ما رسیده. اونمو کلمات، اونمو نامه هایی که خدا در ایجا برای ما درج کرده و نوشته. این نامه ها را خدا رایی کرد و جایهای از این نامه را که ما درک نمی کردیم، نمی فهمیدیم و یا برای ما به اشتباه گفته شده بود. یعنی ای که کلام خداست، تغییر هرگز نمیخوره. و اما کسی که این کلام داشت برای ما به درستی درس نداد که معنای چیست. پس دوست، کسی که این کلام داده توسط انبیا به پدران ما و به ما، او تصمیم میگیره که خودش به صورت ما، به صورت انسان، به صورت ما در خانه ما بیایه و خدا آسمان ها را ترک میگه، صورت انسان میگیره و پیش ما میایه، میگه که اونمو دوست ما هستم که اینمی نامه های دوستی را برای شما رایی کردیم. و او برای ما پیام عجیبی میده. میگه من کسی هستم نه تنها دوستتان، بلکه من کسی هستم که نفس حیات روزانه برای شما میتم. هیچ فلسفه نمیتونه که ای را جذب کنه. بپیمایه. پیمایش ازی دور از حکمت انسان است و اما خدا در حکمت خود ای را درست دانست که او پیش ما انسان ها بیایه و او از حکمت خود برای ما درس بسیار عجیب بده. یکی از نامهای عیسی مسیح است مشاور عجیب. مشاور در دنیا بسیار زیاد است. مشاور در دنیا بسیار زیاد است و اما مشاوری که عجیب است که تعجب کنه مردم، نه تنها از تعلیمش بلکه از زندگیش، بلکه از قدرتش، او تنها عیسی مسیح هست. تنها عیسی مسیح است که یک قسم تعلیم برای ما میده. وقتی که عیسی مسیح تعلیم میداد در کنیسه ها، مردم میگفتن، تعجب میکردن که این چه تعلیمی است که چطور امکان داره که این قسم یک کسی گپ بزنه. عیسی 12 ساله را متوجه باشین در معبد که او با معلم ها صحبت میکرد و وقتی که یوسف و مریم برگشتن که بگیرنش، گفت که ما گم کرده بودیم بچیم، چرا ما را در این حالت انداختی؟ گفت آیا نمیفهمین که من باید در کارهای پدر خود باشم؟ عیسی مسیح مقدم هست و او آمد به صورت انسان در میان ما تا که برای ما بگویه که نفس حیات من برای شما میتم و آله اگر شما به من ایمان میارین، از نفس حیات که در بالاتر حیات برای شما من میتم. این از طرف من یک تحفه هست. تلفن میگیریم از ایرج جان از ایران زنگ زدن. ایرج جان خسته نباشین، درود بر شما، چی حال دارین؟ بفرمایین، روی خط هستین. درود بر شما، خسته نباشید برادر اندریاس، خسته نباشید، درود بر شما. درود بر شما باشد. دعا دارم. بفرمایین. بله، من درخواست، خسته نباشید، من پدرم خیلی مریض هستم، درخواست دعا دارم برای پدرم. بعد تشکر میکنم که از موضوعهای زیبای شما، خداوند به شما برکت بده، خدا را شکر بر وجود شما. من از همه برنامه‌های شما برکت میگیرم، از برنامه برادر الناتان باغستانی هم برکت میگرفتم، ولی ناراحت شدم ایشون برنامه‌اش تموم شده، تو 7 پارس هم ضبطی داشت، تموم شده. من از شما میخوام که برای پدرم دعا کنید، اینکه برنامه برادر باغستانی چرا قطع شده، اتفاقی افتاده، ما خیلی برکت میگرفتیم از برنامه‌شون. بسیار تشکر. خدا نکرده تموم نکنید، برنامه شما هم قطع نشه، ما خیلی برکت میگیریم از برنامه‌تون. ایرج جان بسیار بسیار تشکر از تلفنتان، از محبتتان و از اینکه شما واقعا در فکر هستین، در فکر بسیار خوب هستی و خداوند بر هر چیز زمانی داره. وقتی برنامه برادر الناتان تمام شده ایجا، ایشان در فیسبوک خود نوشتن که بر هر چیز وقتی است. این بسیار خوب چیز است که ما مسیحی ها در موردش فکر کنیم. شاید خدا برای برادر الناتان راه دیگری را انتخاب کرده که خدمت
کاملا مختلف بکنه، شاید او زیادتر خدا را جلال بده، شاید از او طریق بیشتر او خداوند خدمت بکنه. بعضی وقتا خداوند برای ما، برای خادمین خود وقت میده که ما توقف بکنیم و وقفه بگیریم و یک وقتی را مخصوص بکنیم در تنهایی. پولس رسول به همین ترتیب 14 سال دور رفت بعد از ایمانی که آورد و بالاخره خداوند او را خواست و قوی‌تر استفاده کرد. موسی را ما میبینیم 40 سال در بیابان ماند، هیچ فرق نداره. شخص خود ما چند سال پیش 2 سال هیچ کاری نداشتم، مشکل، هیچ، حیران بودم که چی بکنم و بالاخره خداوند مرا برای چیز دیگری آماده می ساخت. من خدمتی داشتم و اما برای مدتی هیچ چیزی نداشتم، هیچ کاری نداشتم و اما خداوند در این زمان مرا چی میکرد؟ آماده می ساخت، حتی در تنگی. چون وقتی من کار خود از دست دادم بسیار مشکلات زیادی بالای زندگی من آمد. بعضی وقتا حتی نان یک روز خود نداشتیم و اما خداوند او وقت ما را آماده می ساخت برای کاری دیگری، برای خدمت دیگری. شاید امروز ما در اینجا کلام خدا را بخش میکنم، شاید سبا نکنم، فرق نمیکنه. کلام خدا برای ما میگه که ما چیزی که اراده پدر آسمانی ماست باید او را انجام بدیم. و اما ایرج جان دعا میکنم برای پدرتان. ای خداوند عزیز، ما شکر میکنم که تو خدای شفا دهنده هستی، تو خدایی هستی که تو هر مشکل ما را میفهمی و اگر در رضای تو هست ای خداوند، ما دعا میکنیم برای پدر ایرج جان که تو شفا بدی. ای عیسی مسیح، تو مردم شفا دادی، تو خداوند شفا دهنده هستی. به نام مقدس عیسی مسیح ناصری ما دعا میکنیم که خداوندا توی عزیز ما را شفا بدی. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم و تلفن دیگر را میگیریم از زینب جان و بعد از او تلفن البته یک سرود هم میشنویم اگر وقت بود. زینب جان مانده نباشین، خواهر عزیز ما، بفرمایین، روی خط هستین. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خدا را شکر میکنیم خواهر عزیز ما. شما خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من بسیار شادمان هستم خواهر عزیزم. بفرمایین، چیزی گفتنی داشتین؟ بله، میخواستم برای پسرم دعا کنید. 26 سالشه، بیکاره. حتما دعا میکنم، حتما دعا میکنم. خداوند مهربان است. خیلی لذت بردم از دعای قبلیتون، داشتیم برای برادرمون دعا میکردین، خیلی لذت بردم. خدا را شکر، خدا را شکر زینب جان. پسرم در به در دنبال کاره، کارگیرش نمیاد، میخوام براش دعا کنیم. حتما دعا میکنم زینب جان. خواهر عزیزم بسیار تشکر از تلفنتان. اشکال نداره، گوشی بدم به خودش، با خودش صحبت کنید. بفرمایید. ممنونم. سلام برادر عزیزم. خوبه؟ بسیار تشکر. شما خوب هستین برادر عزیزم؟ ممنونم، لطف دارین. بفرمایین برادر عزیز، اسمتان چیست؟ اسم شریفتان چیست؟ محمودم. محمود جان. محمود جان، من میخوایم برتان دعا بکنم برادر عزیزم. محمود هستم. محسود، بسیار تشکر. ممنونم، لطف دارین. حتما دعا میکنم برتان برادر عزیز من. ای خداوند عزیز، من شکر میکنم برای از این برادر عزیز، شکر میکنم برای از این خواهر که زنگ زدن، زینب جان، و دعا میکنم برای از این برادر عزیز من. خدایا تو مدد فرما، تو قدرت داری، ما قدرت نداریم ای خداوند، ما مشکل داریم و اما تو مشکل کشا هستی. ای خداوند دعا میکنم که امروز مشکل کشای برادر ما باشی. دعا میکنم ای خداوند در رضای خودت، در رضای خودت کاری که تو را جلال میته بر از این برادر ما پیدا شود. ما عاجز هستیم ای خداوند، به نام مقدس خداوند و منجی ما عیسی مسیح. آمین آمین. ما فکر میکنم که گفتیم که سرود میشنویم، اما تلفن دیگر را میگیریم از
محسن جان در گوش ما از استودیو میگن که ما باید این تلفن وردارم و اما شکر میکنیم. از محسن جان تلفن میگیریم، از سویدن زنگ زدن و ما اینجا از سویدن یک برادر عزیز دیگر داریم که در اینجا در استودیو نشستن و برای ما دعا میکنن. برادر میکای عزیز که البته فردا پس طرف سویدن میرن، مهمان عزیز ما بودن و بسیار لذت بردیم از بودنشان. تلفن محسن جان میگیریم. محسن جان وطندار عزیز مانده نباشین. با درود به شما برادر عزیز، محسن فلسفی هستم از سوئد. از نومسیحیانی هستم که چند ماهی ایمان دارم و از موقعی که ایمان آوردم میخواستم شهادتی بدم، چون از موقعی که ایمان آوردم واقعا مسیح تو زندگی من کار کرد و همه دوستانم. خدا را شکر است محسن جان. بفرمایین برادر من، چطور به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ من الان برابر 4 الی 5 ماه ایمان آوردم. از موقعی هم که واقعا از ته دل ایمان آوردم واقعا زندگیم از این رو به اون رو شد. من الان شاید چند سالی از پدرمو ندیدم و به علت مشکلات نتونستم به ایران سفر کنم. پدر من جوری شده بود که تو بیمارستان باید عمل میشد، عمل قلب داشت. چند بار آزمایش داده بود تا این حد. من خیلی واقعا نگران شده بودم. واقعا در نام پرجلال عیسی مسیح 2 روز به خاطر این موضوع روزه گرفتم. روزی رو که باید برای عمل وارد بیمارستان میشد، خیلی اتفاقی به طور معجزه‌آسا دکترها آخرین آزمایشی که ازش گرفتن گفتن این احتیاج نداره الان برای عمل، میتونی زمان عمل به 6 ماه دیگه بنویسی. عمل قلبش هم هزینه خیلی زیاد میشد که توان پرداختش یه مقدار سخت میشد برای همه خانواده. من خدا رو شکر میکنم به خاطر این معجزه‌ای که در زندگی من رخ داد. آمین آمین. و امی معجزه باعث شد که خداوند قلبتان لمس کنه و به عیسی مسیح ایمان آوردین برادریم؟ آمین آمین آمین. از موقعی که من ایمان آوردم موقعی که واقعا ایمان آوردم واقعا مسیح تو زندگی من کار کرد و اینجا ما همیشه کلیسا میریم و حتی به غیر از کلیسا با خیلی دوستان دیگه‌مون دعای خونگی داریم برای خودمون، چون واقعا اعتقاد به این داریم که واقعا زندگی مسیح زندگی پر از محبته. هللویا هللویا. خدا را شکر. محسن جان بسیار تشکر از لطفتان، بسیار تشکر از تلفنتان و ما برتان دعا میکنیم که خداوند زیادتر در زندگی روحانیتان کمک بکنه و بسیار تشکر از تلفنتان. زنده باشید. خدا یار و نگهدار شما. آمین آمین آمین. خدا را شکر میکنیم برای عزیز برادر عزیز ما از سویدن زنگ زدن و چطور خداوند در زندگیشان معجزه کرده. عیسی مسیح امروز هم میتونه معجزه بکنه. عیسی مسیح امروز هم میتونه معجزه بکنه و اما بالاتر از معجزه ازی که جسم ما را شفا بده، معجزه عظیمتر است که عیسی مسیح حیات جاودانه برای ما میده و خدا را شکر میکنیم. ما دائم در مورد 3 شخصیتی که در کتاب دانیال، شدرک و میشک و ابدنگو میگن که اگر خدا ما را نجات میده و نمیده باز هم ما خدا را سپاس میگیم، چون وا از عاقبت خود، از آینده خود خبر دارن که در جلال خدا جایی که مرض نیست، جایی که تکلیف نیست، جایی که مشکل نیست، در اوجا بالاخره میرن. و اما خداوند معجزات امروز هم، معجزاتی که مرده را زنده بکنه، معجزاتی که مردم شفا بده، معجزه ای که ما نفس حیات صبحانه داریم، او انجام میده، چون او خدای قادر هست. خدای قادر هست. بهتر است ما شکرگزار باشیم در هر حال. معجزه یا نه معجزه، خدا را شکر که او معجزه عالیش همیشه هست و حیات جاودانه او برای ما میده. از اشکان جان تلفن میگیریم، از شهریار زنگ زدن. اشکان جان مانده نباشین، روی خط هستین برادر عزیزم. الو، درود بر شما. درود بر شما وطندار. بفرمایین، چیزی گفتنی داشتین؟ بله جناب کشیش، من تازه ایماندار شدم و تازه با مفاهیم کتاب مقدس و اینا دارم تلاش میکنم و خدا رو شاکرم که این توفیق، این موفقیت رو به من نصیب کرده.
و میخواستم ازتون یه خواهشی داشته باشم که اگه امکانش هست برای من دعا بکنید که بتونم واقعا کتاب مقدس رو بفهمم و درک کنم و توی وجودم جمعش بکنم، چون واقعا یه ایمان داشتن یه چیزیه که باید خدا کمک کنه و میخوام دعا بکنید، مخصوصا بعضی از مفاهیمش چون خیلی سخت و قابل فهم نیست مثل تدریس و اینا. میخواستم دعا کنید برای من که حتما خدا کمکم بکنه. حتما اشکان جان، حتما برتان دعا میکنیم. برادر عزیزم بسیار تشکر از تلفنتان و ما تشویق میکنیم همیشه کلام خدا را مطالعه بکنین. کلام خدا را از اول گرفته تا آخر سلسله وار مطالعه بکنین. این بسیار بر شخصیت شما، برای روحانیت شما بسیار خوب است. مثل از این که ما اگر قدم میگذاریم به یک جای سفر میکنیم، مثلا از یک قریه به قریه دیگر، و یا مثل که در ایران میگم از یک دهکده به دهکده دیگر، و یا از یک خانه به خانه دیگر اگر ما سفر میکنیم، ما نمیتونیم یک گام خود را اینجا بگذاریم و گامی دیگر را در شهر دیگر. ما آیسا آیسا طرف از او شهر روان میشیم تا که قدم آخر ما در اوجا برسه. به همین ترتیب کلام خدا را شما خواهش میکنم اگر کلام خدا را دارین، از کتاب پیدایش گرفته تا مکاشفه را سلسله وار میتون مطالعه بکنین و من ایمان دارم که خداوند که شما صحبت میکنه و عمق کلام خدا، عمق رازهای خدا برای شما میگه و در خواندن کلام خدا همیشه در دعا باشین. و من برتان دعا میکنم اشکان جان، خداوند ای برادر ما را برکت بده. ای خداوند عزیز، تو ای برادر ما را کمک کن که عمق کلامت و رازهای عمیق گنج زیاد کلام تو را فرا بگیره. اما قسمی که در کلام تو ای خداوند ما میخوانیم در زبور شریف، زبور 119 آیت 11 ما میخوانیم که کلام تو را در قلب خود مخفی میدارم، یعنی در قلب خود جمع آوری میکنم تا برخلاف تو گناه نورزم. و در آیت 105 میخوانیم کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. بگذار که این برادر ما در قلب خود کلام خدا را جمع آوری بکنه با دعا، با کمک خداوند، و ای که نور تو را همیشه داشته باشه به نام مقدس خداوند ما عیسی مسیح. آمین. تلفن دیگر میگیریم از رامین جان، هم از ایران زنگ زدن. رامین جان خسته نباشین، روی خط هستین. سلام، شما هم خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوبتون. بسیار تشکر برادر عزیز، دوست عزیز، بفرمایین. ممنونم. من یک درخواست دعا داشتم، چون من بعد از درگذشت پدرم، من و برادر و خواهرم مونده بودیم، یعنی 2 برادر و 1 خواهر، و قبلا برادرم بیمار بود. برادر بزرگترم از شما درخواست دعا کردم براشون، لطف کردین دعا کردین و مایشون مرد. حالا من موندم و 1 خواهر. اگر این هم از دنیا بره شما براش دعا کنید. من ارث به من میرسه، همش ارث پدرم. اگر لطف کنید که برای این هم دعا کنید که این هم بمیره، ممنون میشم. رامین جان، کار من اینجا نیست که من دعا کنم کسی بمیره، و ما هرگز بر مردن کسی دعا نکردیم، هرگز از این کانال. و من ایمان دارم که هیچ کسی این قسم دعا را نمی کنم. و اما من شما را دوست دارم و چهره مرا ببینین، چهره مرا ببینین و این دقیقه اگر دیگر لحظه نیست، این دقیقه خداوند واقعا مرا شادمانی داده. شادمانی که شما من تقسیم بکنم، شادمانی که من بگویم که رامین جان کلام خدا را مطالعه بکنین یک بار. عزیز من، برادر عزیز من، کلام خدا را مطالعه بکنین، ببینین که خدا بر شما چی چیزهایی را داره. بله هر کسی میموره یک روز، من هم میمورم. بسیار امکان داره که امروز من بمورم، بسیار امکان داره من اینمی لحظه ای که اینمی صحبت ها را میکنم شاید بمورم. چون ما در دنیای گناه قرار داریم، در طبیعت قرار داریم که این طبیعت فرسوده است و هر لحظه امکان داره نفس حیات از دست ما بره و ما بموریم. و
بسیار امکان داره که من 100 سال عمر کنم، هیچ خبری ندارم. و اما رامین جان، من بر شما خیریت خداوند میخوایم، من بر شما محبت خداوند میخوایم، من بر شما سلامتی که عیسی مسیح میته، من او را میخوایم. ما میخوایم که خداوند چشمانتان را باز بکنه، چشمان قلبتان، نه چشمان جسمانی، که شکر چشمان جسمانیتان باز هست، و اما ما میخوایم چشمان روحانی، چشمان قلبتان را خداوند باز بکنه. اما یک سرود است میگه چشمانم را بگشای تا بینم عیسی، تا عیسی را ببینم. ما دعا میکنیم که خداوند چشمهای قلبتان را باز کنه تا که عیسی مسیح و محبت عیسی مسیح را ببینین. و عیسی مسیح برای ما چی میگه؟ متوجه باشین. به می ادامه صحبت ها ما از کلام خدا میخوانیم که عیسی مسیح برای ما در مورد حیات جاودان صحبت میکنه. او میگه که دزد می آید تا بدزدد و بکشد. چه کنه؟ دزد چی میکنه؟ دزد می آید تا بدزدد و بکشد و نابود سازد. این کارای دزد است، این کارای دزد است که دزد میکنه. ولیکن عیسی مسیح چی میگه؟ عیسی مسیح میگه من آمده ام. سرود گوگوشت یادم آمد که میگه من آمده ام، وای وای من آمده ام. و اما ای او رقم من آمده ام نیست، ای او رقم آمده نیست. او من آمده ام تا آدمیان را زندگی بدهم. سروده که زود گذر است و ما را خوش می سازه با آواز شیرین گوگوش. خدا را شکر بر از او سرود هم ما را خوش می سازه، ما را به رقص میاره. و اما این من آمده ام خیلی مهم است که بالایش توجه بکنیم. رامین جان خیلی متوجه باید باشیم. این من آمده ام از جانب خداست که عیسی مسیح برای ما میگه من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و نه تنها زندگی یابند و آن را یعنی کلمه زندگی در اینجا استفاده شده و آن را به طور کامل داشته باشند. عیسی مسیح از زندگی برای شما صحبت میکنه، از مرگ صحبت نمیکنه. خدا نکنه که شما بمیرین. و ما دعا میکنیم که خداوند پیش از او روز بعد، پیش از او روزی که بیایه، و ما دعا میکنیم که 100 سال عمر کنین، از 100 سال زیادتر عمر بکنین و بالاخره انسان میموره. و اما ما دعا میکنیم که پیش از او روز شما حیات جاودان اول حاصل بکنین، حیات جاودان اول حاصل بکنین. دعای من ایست برای شما. خداوندا رامین جان برکت بده و فامیلش برکت بده. دعا میکنیم که این برادر ما واقعا عمق محبت تو را درک بکنه به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. فکر میکنم زینب جان باز تلفن کردن و فکر میکنم دیگه خواهر زینب از تلفن کردن از آلمان. این تلفنشان میگیریم. زینب جان خواهر عزیزم خسته نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. سلام برادر حسین، من نیسان هستم از آلمان. بله نیسان جان، بله من اشتباه کردم خواهر عزیزم، بفرمایین. شما خوب هستین؟ خدا را شکر. شما خوب هستین؟ خانواده شکر خوب هستن؟ شکر خداست. سلامتی عیسی مسیح با همه ما و شما باشه، با مردم ما در افغانستان، در هر کجای دنیا که هستن، در غربت هستن یا در مسافرت هستن، هر چی هستن، سلامتی خداوند عیسی مسیح همیشه با همه ما و شما باشه. آمین خواهر عزیزم. بفرمایین خواهرم. خواهش میکنم امروز هم یک نذرانه داشتم، میخواستم اگر اجازه شما باشه بفرمایین خواهر عزیزم. عنوانش از مسیح عیسی جستو یزدان حق کس دیگری نیست. آمین. ای پدر، ای مسیح، ای آبا،
ای که اسم ذات پاک تو در قلبم یک آشنا، ای آشنای این دل غریب، جز تو نام دیگری نیست. آمین. ای که بودی تو ستاره شرق، ای که شاهنشاهی تو هست حق، به نام یزدان پرجلال میگم، جز تو نام دیگری نیست. آمین. ای که به من محبت فراوان دادی، ای که در ویرانه دل صخره گذاشتی به نام آبادی، ای مالک حقیقی ایثار قلبم، جز تو نام دیگری نیست. هللویا. آمین. ای بخت آزاد من، ای ناجی جان من، سایه دست تو رهانید مرا از اهریمن، ای مسیح جانان من، جز تو نام دیگری نیست. هللویا. تشکر خواهش میکنم و در آخر میخوایم از شما بر پسرم سلیمان یک دعا بکنین بر بیکاری خودشون. حتما خواهر عزیزم، بسیار تشکر از تلفنتان، بسیار تشکر. حتما دعا میکنیم، ما در خانواده هم دعا میکنیم بر شما. همیشه در پناه عیسی مسیح باشین، با خانواده تان، با همگی. تشکر. از طرف ما سلام میگیم خانواده را. خدا حافظتان. بچه‌شون خدا حافظ. خدا را شکر میکنیم. خدای ما دعا میکنیم بر برادر ما سلیمان. خدای تو مدد فرما، خدای توی خانواده را برکت بده، خانواده‌ای که خدمت میکنه خودت، به نام مقدس عیسی مسیح. آمین. آمین. تلفن میگیریم از مجید جان. وقتی ما بسیار کم مانده، درس ها هم تمامش تکمیل نتانستیم و وعده میتیم که حتما روز دیگری ادامه میتیم اینمی موضوع را. و اما تلفن میگیریم از مجید جان که از ایران زنگ زدن. مجید جان لطف کردین، تلفن کردین، درود بر شما، روی خط هستین. وقت ما خیلی کمه و اما خدا را شکر. درود بر شما برادر حسین. بر شما درود باشه برادر. بفرمایید. در رابطه با اینکه الان که دارم با شما صحبت میکنم، خشم تو قلب من خیلی زیاده. اطرافیان به من ظلم کردن و نمیتونم هیچ عکس العملی داشته باشم، حتی میخوام اونا رو بکشم. این خشم هیچ وقت از درون من الان بیرون نمیره. میخواستم یه دعایی داشته باشیم، دعای آرامش. من آرامش بگیرم، این نفرت و کینه از قلب من بیرون بره. حتما برادر عزیزم، حتما دعا میکنم مجید جان، خداوند شما را کمک بکنه. و من اینی آیات برای شما میتونم از انجیل مقدس متی از فصل 5. عیسی مسیح صحبت میکنه. من خواهش میکنم اگر شما کتاب مقدس را در دست دارین، در خانه بالای ازی عمیقا فکر بکنین. متی فصل 5 آیات 38 تا آخر از این فصله، یعنی تا آیت 48 را بخوانین. در مورد انتقام، در مورد مهربانی با دشمنان صحبت کرده. من میفهمم که بسیار کار سختی است وقتی کسی ما را سیلی میزنه، وقتی کسی از ما نفرت داره، وقتی کسی همیشه تهمت ناحق با ما میزنه. خیلی مشکل است. ما انسان هستیم و اما خدا توان هست. ما ناتوان هستیم و اما خدا توان هست. و من خواهش میکنم که این آیات حتما مطالعه بکنین. عیسی مسیح میگه شنیده اید که گفته شده از همسایه خود را دوست بدار و اما با دشمن دشمنی کن. و اما عیسی مسیح میگه او چیز شنیده، چیزی که مردم گفته. همسایه‌ات را دوست بدار در کلام خدا هست، بله، در کتاب لاویان. و اما با دشمن دشمنی کن هرگز نیست، یعنی درس نادرست. و ما عیسی مسیح در آیت 44 میگه، ببخشید گلون من گرفته شده، میگه من برای شما میگم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. و این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم میبارد.
اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چی اجری؟ مگر جزیه‌گیران و سودخوران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چی کار فوق العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما کامل باشید همان طوری که پدر آسمانی شما کامل است. مجید جان عیسی مسیح را مصلوب کردن، تف کردن در رویش، سیلی زدن، شلاق خورد و اما او از صلیب گفت ای پدر تو ببخش یارا، ببخش آنها را زیرا نمیدانند چی میکنن. من دعا میکنم برای تو برادری عزیز من مجید جان، ای خداوند تو این کینه را، این نفرت، این تمامی از این چیزها را به نام عیسی مسیح دور گردان از برادر عزیزم. ای خداوند بگذار که او به تو تکیه بکنه، به تو تکیه بکنه و کلامت، اما قسمی که تو فرمان دادی که حتی دشمنان خود را دوست بدارید، حتی کسانی که از شما نفرت دارن برای آنها دعای خیر کنید. ای خداوند بگذار که قلب از این برادر من لمس شود توسط تو. ای خداوند امروز به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح، آمین. حتما برتان دعا میکنم. غیر از این تلفن های دیگه از حبیب جان، از نسیم جان و تلفن های زیاد است که متاسفانه از خاطر کمی وقت گرفتن نمیتونیم. اما تلفن آخر را میگیریم از فرید جان از افغانستان زنگ زدن و این تلفن میگیریم. فرید جان خسته نباشین، مانده نباشین، وطندار عزیز من، لطف کردین که تلفن کردین و روی خط هستین. وقت ما خیلی کم مانده برادر، وقتی ما خیلی کم مانده، 1 دقیقه برنامه ما مانده برادر، بفرمایید. میخواستم بگم که ما تازه ایمان آوردیم. خدا را شکر، خدا را شکر برادر. چطور ایمان آوردی برادر عزیزم؟ حتما دعا میکنیم و ما بعد از برنامه کوشش میکنم اگر تلفنتان موجود بود در استودیو حتما برتان زنگ میزنم و برتان زیادتر صحبت میکنم و دعا میکنم. حتما خداوند شما را برکت بده. برادر حبیب و نسیم جان بسیار بسیار تشکر از تلفن هایتان و دیگر برادرها و خورا تشکر از تلفن هایتان. متاسفانه تلفنتان گرفته نتانستیم و اما در برنامه های دیگه حتما زنگ بزنین و ما حتما کوشش میکنیم که پاسخی برای شما بدیم و اگر شما گواهی داشتین و یا اگر شما شهادت میدادین و یا سوالی داشتین، ما حاضر هستیم از کلام خدا برتان بخش بکنیم و ادامه از این موضوع حیات ناتمام، زندگی ناتمام و یا زندگی ابدی را که شما در برنامه های دیگه حتما بخش میکنیم و شما را به خداوند میسپاریم تا روز پنجشنبه در مورد مهاجرت صحبت میکنیم. ما اداره مهاجرت نیستیم و اما کلام خدا در مورد مهاجرت صحبت میکنه و ما هم در این مورد میخوایم صحبت میکنیم. از برادرای ایرانی خود هم میشنویم در مورد مشکلات پناهجویان افغان که در ایران و در روی دنیا هستند صحبت میکنیم. فیض خداوند عیسی مسیح که تمامی شما باشه به نام عیسی مسیح، آمین. مسیح تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم